بگوییم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی. سلام، همراهتان هستیم با مرحله ثبت اقامتگاه اصلی مالک و ملک در سامانه املاک و اسکان. برای ثبت مالکیت در مرورگر خود آدرس amlak.mrud.ir رو وارد میکنیم و ورود خود به عنوان فرد حقیقی از طریق دولت من رو انتخاب میکنیم. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای احراز هویت نشان داده میشه که با شماره تلفنی که به کد ملی خودتون ثبت شده و کد امنیتی رو درج میکنیم و بر روی ارسال رمز یک بار مصرف کلیک میکنیم. پس از نوشتن آن به سامانه ملی املاک و اسکان هدایت میشویم. در این بخش اول محل سکونت فعلی به عنوان اقامتگاه اصلی مشاهده میکنیم که با تایید به عنوانهای دیگر دسترسی پیدا خواهیم کرد. با کلیک بر روی متوجه شدم در صورت تایید کد پستی و آدرس اعلامی گزینه تایید رو میزنیم و در صورت مغایرت اطلاعات گزینه عدم تایید رو میزنیم. دقت داشته باشین که کد پستی نوشته شده بر روی قبض آب برق گاز حتما صحیح نیست و نسبت به انتخاب آن دقت کنید. در صورت عدم اطلاع از کد پستی با کلیک بر روی گزینه یافتن کد پستی به سامانه gnaf.ir وارد میشوید و از روی نقشه میتونید اطلاعات دقیق و کد پستی خودتون رو انتخاب کنید. پس از وارد کردن کد پستی و کد امنیتی بر روی گزینه بررسی کد پستی کلیک میکنیم که در نتیجه آدرس و کد پستی مربوط به شما نمایش داده میشه. در صورت صحت بر روی گزینه مرحله بعد کلیک میکنیم. در این مرحله مالکیت اقامتگاه اصلی یعنی محل سکونت فعلی که دارین رو تایید میکنیم و با کلیک بر روی مرحله بعد اطلاعات مالکیت ملکی که میخواهید در سامانه ثبت کنید رو مشاهده میکنید و گزینه هایی که خواستن رو وارد میکنید. میزان مالکیت که از 1/100 الی 6 دانگ احتساب میکنیم. نوع سند ملک رو انتخاب میکنیم که تکبرگی یا دفترچه‌ای هست و در صورت نداشتن سند رسمی گزینه سند عادی رو انتخاب میکنیم. در صورت انتخاب سند دفترچه‌ای تصویر صفحه دوم سند رو از این گزینه بارگذاری میکنیم و در صورتی که سند تکبرگی هست مطابق راهنما اطلاعاتی که خواستن رو درج میکنیم. در مرحله بعد اطلاعاتی نظیر نوع ملک آپارتمانی یا ویلایی هست، متراژ، سال ساخت، طبقه و شماره واحد رو می نویسیم. مرحله بعد نوشتن تاریخ شروع اقامتگاه فعلی شماست. تاریخ شروع اقامتگاه فعلی، نه ملکی که دارین ثبت میکنین. به عنوان اقامتگاه اصلی تعیین کردین. توجه کنین که این اطلاعات دارای آثار حقوقی گسترده است و دقت کنید در وارد کردن آن. اگر در املاک غیر مسکونی مثل کارخانه، مدرسه، ورزشگاه و غیره زندگی میکنید تیک این گزینه رو فعال کنید و اگر که در مکانهای دیگری نیستید لازم نیست عملیاتی انجام دهید و بر روی مرحله بعد کلیک میکنید. در قسمت اطلاعات قبوس بر روی افزودن قبض تلفن کلیک میکنیم و شماره تلفن یا شناسه قبض رو وارد میکنیم. از قسمت افزودن قبض جدید نوع قبض و نوع کنتور که تفکیکی یا مشامی باشد رو انتخاب میکنیم و شناسه قبض رو وارد میکنیم. در مرحله پایانی پیشنمایش تمام اطلاعات ملک به شما نمایش داده میشه. در صورت تایید ثبت نهایی رو انتخاب میکنیم و بر روی گزینه بله کلیک میکنیم. ملک مورد نظر شما با طی کردن این مراحل در سامانه ثبت می شود. توجه داشته باشید که این اطلاعات درخواستی دارای آثار حقوقی گسترده می باشد و سایت های دیگه‌ای به اینجا لینک هستند و اگر از کافینت یا کاربر دیگه‌ای برای ثبت استفاده می کنید در آخر مرور کنید و بعد ثبت نهایی داشته باشید. سپاس از همراهیتان، پیروز باشید.